خب استیک کردن در کریپتو این چی اصلا به چه دردی میخوره ها؟ بیاین چند تا مثال ساده بهت بگم خیلی راحت. ببین مردم میرن پولشون رو میذارن تو بانک. واسه چی؟ یکی میره بانک، خودش میره یه باش بیزینس میکنه. یک مثلا بانک ممکنه بره باش سرمایه گذاری بکنه. یک اصلا بانک میره باش پوز میده. درسته؟ مثلا بانک میاد میگه آقا نگاه کن این همه مردم اومدن تو بانک من پول گذاشتم، بعد اینقدر من پول اینجا دارم، پول مردم دست من، نگاه کن چقدر اعتبار دارم. بعد طرف میگه آره دیگه این اعتبارش خیلی دیگه، منم میرم پولمو میذارم تو این بانک. استیک هم تقریبا همچین کاری رو انجام میده. وقتی پنکیک صاحب استیک داره، مثلا میتونی کیک رو بری استیک کنی، میگه آقا من نگاه این کوینم این همه آدم اومدن اینقدر زیاد استیک کردن تو سایت من، نگاه کن چقدر اعتبارم زیاده، نگاه کن چقدر آدم به من اعتماد دارن، این همه پول من پیش منه. طرف میگه آره دیگه اعتبارش زیاده دیگه، پس من برم پولمو بذارم. این یکی از فواید استیکه که خیلی از سایتایی که میبینی استیک دارن ازش استفاده میکنن. تقریبا هم همه چی هم میشه انجامش داد. حالا اگر که خواستی بیشتر در مورد استیک توضیح بدم یا کلا در مورد این مدل ویدیو بیشتر دوست داشتی بسازم بگو، من بیشترش میکنم. خیلی مخلصیم. لایک کنید، کامنت و اینا موافق میشه، سابسکرایب اینا هم بکنید. میبینم تو فعلا خدا نگهدار.